مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره باز یک صدمه مرگاور در راههای کشور خبر داد. بنا به اطلاع مقامات 19 مارس سال 2022 تخمین ساعت 16:00 دقیقه راننده اتومبیل تمغه اوپل زفیره حمیدوف مفروض سال تولدش 1994 ساکن ناحیه عینی هنگام حرکت در شهرهای عینی مشجع در حدود موضع دهه عینی یک از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت حرکت مقابل رو برآمده به قفای اتومبیل تمغه دولان تحت اداره راننده یونسوف قهرمان سال تولدش 1987 ساکن ناحیه عینی برخورده است. در نتیجه راننده اتومبیل تمغه اوپل زفیر حمیدوف جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحات جسمانی برداشتند.